چطوری بچه‌ها فرمارسویج هستم و خوش اومده ویدیوی جدید. امروز اومدیم با یه بازی مثلا Getting Over It یا همون Getting Over It خود مانی با بازی Getting Over It. Getting Over It کدوم گیمیه؟ همون اگه یادتون باشه آدم کچلی بود داخل یه دونه دیگ که با چکش میرفت بالا از کوه. الان ممکنه بیاد بگید که عرفان دیوونه ای آیا دیوونه ای؟ آخه با دیگ چکش از کوه بالا رفتن اصلا مگه با عقل میاد؟ مثل اینکه اومده دیگه دست من نیست. میدونی؟ قبل از این برای سراغ ویدیوهاتون نره که همین الان اگه از ویدیوهای من خوشتون میاد و بخواید ویدیوهای بعدی منم ببینید لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره اصلا سابسکرایب میکنید و اون زنگوله بغلش هم روشن میکنید. و اگر دارید از اینستاگرام ویدیو بعد ویدیوهاتون داره که حتما پیجمو فالو کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. اگر خوشتون اومد ویدیوهای منو واسه دوستاتون بفرستید تا اونها هم ببینن. عاشقتونم خیلی زیاد. بزنیم سراغ ویدیو. لیتس گو. اوکی آقا خوش اومدید. ممکنه بگید که این آقای کچل در این دیگ چه کار میکنه. میریم با ببینیم. من واسه تمرین کردم و مثل یک نوب سگ وارد داستان نشدم و به ایزی ترین شکل ممکن میخوام رکورد بازیکنی که اینو تمام کرده رو که نمیتونم بزنم ولی خب تلاش دارم که بزنم و من میزنم. به من رکورد یوتیوبر ایرانی رو میزنم. خب این که هیچ. خب این که آقا اینو میدونی تفندش چیه؟ با این آقای کچل باید خوب رفتار کنی. یعنی اگه به این فوش بدی، اگه باش بی رفتار کنی، این نمیتونه. میدونی؟ احساساتش خشخشی میشه. حال کردی؟ الان اینجا چی باید ازش چیکار کنی؟ تعریف کنی. آفرین آقای کچل. ماشاءالله آقای کچل. به همین ایزی تا اینجای کار رفتیم. بریم واسه ادامش. وای آقا کچلی بگی اینجا. آفرین آقای کچل. همه تو کامنت ها بچه، همه داخل کامنت ها آقای کچل دوست داشتنی. وای حرف دادم اصلا هم درد نداشت. خب اینجا رو نکن. اینجا یه کوچولو باید چیکار کنی؟ باید عالی. اینجا یه کوچولو باید تند بری. یه کوچولو تند برخورد کنی با این آقای هاردکوری. ماشاءالله. یه کف مرتب واسه من بزنید. همه تو آقا اصلا ایزی. همین میگفتید سخت ترین گیمی که نمیدونم اعصاب خورد میکنه. بچه این که اصلا اعصاب خورد نمیکنه داشت. این ساتیسفاینه واسه یه گیمی ساتیسفاینه. اینجا را کن. اصلا باید جمع کنید بچه. خدا حافظ. سلام. شبالی. اینجا نکن. هیچی نشده. آروم باش. ماشاءالله. هیچی نشده. دوباره دیگه مثل که دوباره دیگه نشدنستی. خب ولی دوباره تلاش میکنی. تا میتونی تلاش کن. به ادامهش هیچی قافیه تو ذهنم نیاد. تا میتونی تلاش کن. ما رو از غم رها کن. ایزی. یه یوتیوبر رو بگو. یه یوتیوبر ایرانی رو بگو که تا اینجا اومده باشه به ایزی ترین شکل ممکن. هر کس اومده با داد و بیداد و جیغ و زهرمار رو بحث خدا وکیلی الکی نیست. الکی نیست که میگن بکستریج فرق داره. میدونی؟ هیچی نشد. اصلا هم یه کوچولو داری
اینجا رو نکن، اینجا باید اینجوری بری نکن. اینجا یه دونه میزنی، یه دونه اینجوری میزنی، یه دونه اینجوری میزنی، یه دونه اینجوری دیگه، یه دونه دیگه، یه دونه دیگه. خولی کردی خدا وکیلی. همه تو کامنت خدا بس دیگه. آها ایزی 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 ایزی. زیر اینجا رو اگه بیافتیم خب این چه صدایی بود؟ خدا وکیلی ایزی داره یا نداره؟ خدا وکیلی ایزی داره یا نداره؟ چی بالی؟ این وای 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 حاجی گفتم افتادم، حاجی گفتم افتادم. اصلا هم درد نداشت. اشکیله اشکیله اشکیله. آها خوبه خوبه، منطقیه منطقیه منطقیه. وا وا وا. فکر نکنم دیگه خدا وکیلی از یوتیوبرها رو کسی اینجا آمده باشه. اصلا هم فشار نخور. وای بگیرش 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 بگیرش. آها یک کف و دست جیغ و هورای مرتب برای کینگ بکس. خدا وکیلی چقدر ایزی هم من. نه 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 نه. آها بگیرش. یا آهنگ ریلکسیشن گذاشتن این بک‌گراندش که بریم حال کنیم. خدا وکیلی برو حال بکن. آها آها بابا 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 بابا. نه بابا تو نیست بابا. چی بخورم؟ بیا این پرتقال رو بنداز پایین داشه. پرتقال میخواید به قدرت بکستریج ایمان بیارید؟ اگه میخواید ایمان بیارید اینجا رو نگاه کن. نه ولی خدا وکیلی چرا باید بیافتم من چرا باید از اونجا بیافتم الان؟ لگ باگ لگ. اصلا هم عصبانی نیستم. اصلا بگی بگی بگی. ببین میافتادم. بگیرش بر خب کله کشلت. امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. اگر از این ویدیو خوشت اومد یادتون نره که همین الان ویدیو رو لایک کنید. لایک و کامنت، سابسکرایب یادتون نره. از اینستاگرام گفتم آیدی اینجا میاد، آیدی اینستاگرام اینجا میاد. فالو یادتون نره. عاشقتونم خیلی زیاده. تا ویدیو بعد فعلا پیس.